صاحبی در آرزویت بی گمان نایل شدی، همچو عثمان و عمر بر فضل حق شامل شدی. چون علی مرتضی قائل بودی اندر قضا، تا شهید راه حق از دست آن ملجم شدی. صاحبی در آرزویت بی گمان نایل شدی، همچو عثمان و عمر بر فضل حق شامل شدی. چون علی مرتضی قائل بودی اندر قضا، تا شهید راه حق از دست آن ملجم شدی. دشمنان دین اسلام در علا و در خفا، بهر تهدیدت همیشه در پلان مشغول شدی. منکران راه احمد کردلان سگ صفت، کاش کی از اصلی دین و راه حق واقف شدی. صاحبی در آرزویت بی گمان نایل شدی، همچو عثمان و عمر بر فضل حق شامل شدی. چون علی مرتضی قائل بودی اندر قضا، تا شهید راه حق از دست آن ملجم شدی. صاحبی در آرزویت بی گمان نایل شدی، همچو عثمان و عمر بر فضل حق شامل شدی. چون علی مرتضی قائل بودی اندر قضا، تا شهید راه حق از دست آن ملجم شدی. تکیه گاهت مسجد و محراب و منبر هر زمان، خانقاهم از قدومت چون قمر روشن شدی. وعظ و تبلیغت رسید بر امتی خیر البشر، در مجالس هر کلامت چون گوهر موزون شدی. صاحبی تسلیمیشان کی شدی بهری متا، عاقبت در زیر خاک این جهان مدفون شدی. صاحبی جام شهادت نوش کردی بر ملا، از جهان پر بلا بر صاحبت واصل شدی. صاحبی در آرزویت بی گمان نایل شدی، همچو عثمان و عمر بر فضل حق شامل شدی. چون علی مرتضی قائل بودی اندر قضا، تا شهید راه حق از دست آن ملجم شدی. صاحبی در آرزویت بی گمان نایل شدی، همچو عثمان و عمر بر فضل حق شامل شدی. چون علی مرتضی قائل بودی اندر قضا، تا شهید راه حق از دست آن ملجم شدی. این ترانه زیبا به وصف شهید الحاج مولوی صاحب حیات الدین صاحبی خوانده شد و درخواست حاجی صاحب محمد قاسم مزاری از مکه مکرمه و حاجی صاحب شمس الله ابراهیمی و حاجی صاحب سید بشیر سادات و عبدالقیوم محمدی از ولایت تخار به آواز خاکسار تخاری تنظیم صدا المبین دیجیتال اسلامی استودیو. من الله توفیق به نستعین.